آقا دیوونه داریم میشیم از بیکاری به ابرفصل. پنجشنبه شب همه تو برنامه ما رو نگاه کن. کسمون شال میکنیم به خدا. بچه‌هام اونجان یا کیا رو شکار کردم اینجا. ای لاشیا. داداش تو هم اینجایی؟ شما من گفتی نیستید که امشب گول بچه رو بردن تو پارک. باز فهمیدیم ما تو کدوم مقر نشستیم. خیلی نامردید شما. واقعا سربیا بشی تو هم بیا. سربیا اینا کسکلکا رو ولش کنید. بابا امشب چی کاری؟ پنجشنبه شب همه برنامه موجود این کسمون شاد می‌کنیم. داداش ما دیگه همیشه همین زندگیمون دیگه داداش. همش تو بدبختی، بیچارگی، بیکاری. من 500 تومانی دارم و نمیشه باش کاری کرد. 500 خیلیه. 500 تومن برای امشب خیلیه. آقا من 500 دارم. بریم میخوام همه رو امشب خرج کنم کل این 500 تومنو. با 500 تومن می‌خوایم بازی کنیم. کل امشب میخوام اشغال کنیم باش. 500 تومنش میتونی بری رو سرسره دوباره میای پایین. اشکال نداره. الان سال 90. حالا داش بریم امتحانی کنیم ببینیم با 500 واقعا میشه تو تهران چیکار کرد. ها چالنجش کنیم همینو. بکنیم. چالنج کنیم. چه چالنجی؟ چه چالنج؟ اینجا کجاست؟ پارک آقا بیا. ببین من میگم آقا چالنجش کنیم همینو. ببینیم 4 تا جوون ایرانی با بودجه 500,000 تومان میتونن یه شب اشغال کنن یا نه. تازه 4 نفر 4 تا جوون ایرانی. حتی شام هم میریم میخوریم. شام هم میریم میخوریم. با 500 تومن چای هم میخوریم. چای هم میخوریم. نه داداش گوش میدم بخوری. گوش بهت میدم. حیف که دستام تو ویدیو معلوم نیست. داداش افغانی خفه کن میخوای بهمون بدی داداش. کتاب با نوشابه. بریم. بی احترامی نشه خودم اونو خیلی دوست دارم. بعدتون. بریم. آقا الان با چی می‌خوایم بریم حالا داداش؟ اصلا کجا می‌خوایم بریم؟ برنامه‌مون چیه؟ داشتارسا اونجاست. اون برو بگی. تیپ 5 من چی بدت بیاد. ماشین توه. بی احترامی ماشین. زد اینجا معلوم نیست باشه. داداش با همین ماشین ببین. خسته می‌خورم ماشین. اصلا با 500 درگ بگیریم. درگ هم تیپ 5 درگی مگه؟ این دستو پامو می‌بندم با راست میگه. آقا ویدیوی امشب کنسل میریم درک. آخه بابا من با این این به من میخوره. نه اصلا من کاری ندارم. این عوضی چه کره گرفت فقط 500 تومن هم نده. نه بچه‌ها یه کاری میکنه. نه اگه این ویدیو هر کی درگو بود اگه ویدیو لایک و اگه خیلی ویو خورد ما حال کردیم. ویدیو بعدی آقا من اینو میخورم تو قوطی آبروشو میبرم. چه فرقی میبرم؟ واقعا راست میگه. قشنگ‌ترین صحنه که قراره تو ویدیو بعدی ببینید عقب 200 هفته. ببین آره اما ان شاءالله حرف من حرفه آقا اگه این ویدیو بخوره من کونه اینو پاره میکنم درگ. بچه‌ها حمایت کنید از این ویدیو. خب بریم آقا حمایت چی بود؟ میدونن به من نمیخوره. ببین اون موقعی که من گواهینامه داشتم پارسال مدرسه میرفتم. موقعی داشت مدرسه میرفتم ولی باز با ماشین تو رو می‌خوردم. اینجا اول به نظرم یه دور نشه. دور کجا؟ بچه کجا هست؟ بچا بی ام اس الکی. نه بی ام اس راست الکی. توسی زیاد حرف سفر گوش ندید. آقا آره این تیکه برام اسکیپش. ببین کسایی که بس صدا سرطان میشه تو من. ببین پنجشنبه شب میخوایم خار تهران رو بگاییم. وایسا چی گفتی؟ پنجشنبه شب آقا میشم تو ماشین برو تو. میخوایم خار تهران رو بگاییم. برو تو اینا. آقا بچه‌ها تایتل ویدیو چیه؟ ویدیو 12 شب به بعد سفر کلید نیورده. گوش کنید این قسمت جالبشه. بیا نزدیک. ببین داستان چیه؟ سپر وطنی میدونست که قراره ما 12 شب به بعد ویدیو بگیریم. خب بعد اونجوری میکنه میگه 12 شب به بعد همه خوابن من نمیتونم برم بالا. از 8 چرا به من نگفتی؟ با این بشر بیرونم خودم اومدم خونه دنبالش. بله ما بیا دیگه سپر. داداشی آقا آدرس خونه‌شون رو بدید این بچه‌ها بیان ببرن اینو ناموس. شوش هر کی خواست یکی رو خف کنه بدونید راحت ترین گزینه سپر وطنی. 0 میدم مرکی اینو بکشه. یه ایلیکس 0 بهش میدی.
هر کی زبر رو هر کی. تونست آدرسش هم بهش میدن تو خونه شونیم آره. کوچه حالت نشون داره یا بده زبونش رو ببرید یا بکشیدش یا بکشیدش بریم این یاد منتظر داستان اون داستانه افتادن میگه که داداش چی شده میگن داداش رفته بودن جنگ میگه کسکش همه رو شیمیایی کردن منو فیزیکی داداش همینه داستان واقعا بخشید یه عشق برعکس فوتباله بازی بلد نباشی بازیت میدن میگن آجی وقتی که سپر میره اینجا دستشویی خب خب. تو خونهشون میگفتن صدای موشکای فراسوت داره میاد آجی مثل که توی محل داشته پخش میشده این صدا بعد رفتن منشأشو پیگیری کردن پلیس زده اون بالا دیدن سپر دستشوییه داداش من میرم امین نرو داداش من رفتم برنجم کردم داداش من خیار رفتم خیس کردم برنجم کردم آی. بچه‌ها امیرم هم دست دادیم امیرم من رفتم خونه‌مون هم کار دارم امیرم رفت خونه من پارسا موندیم دیگه انجبرش خصوصیه آقا اومدیم اینجا کل 500 تومنه رو با یا بندونه بین بردیم طالبی بخاطر چی وقتی که آب تمش گرفته این دوتا این سه تا رو هم شد 90 تا آب تمش که سرش 150 تومن آجی کل پول ما رو بین برد چی میخواد باهاش شام بده واقعا نمیدونم ویدیو کنسل شد بچه ورشکست همین شد الان یک سوم پول اون پریده حالا همون آجی چیزه. واقعیت رو بگیم آجی ارزون ترین هابی به فروشی 170 ایران اومدیم 4 تا کلش پیزا گرفتیم 2 تا هندونه 170 یه طالبی یه دونه تمش بدیم سفر گرون کرد دیگه منم ما سه شد تا چقدر داشت 170 تومن 140 تومن 170 تومن 4 تا 140 تومن 140 دونه 35 نه خب میشه 170 تو تومن 150 تومن، 140. نه دو تا 35 میشه 70 و دو تا آها، 70 میشه آره راضی 140 بچه‌ها تکمات واسه 140 تومن تا اینجا کارو عالیه، جمع عالیه. کرد یک سوم پولمون رفت 4 تا میره تازه سر شب کارو بگیر. اولین تازه هنوز 12 تازه آقا الو ساعت چند بچه‌ها ساعتم خرابه ساعت 3:30 بچه رکنت گرفتن چشاتو بگیر دربی شو نگاه نکنید نگاه نکن این قسمت اولش. آقا خودمون آقا آقا 12 بیا 10 دقیقه جلو است برو. نمیاتون باشه بیا جلو بیا جلو بیا جلو آقا بیا جلو بزن خداییش میارزه شبیه فقیرها حس کردم خودم اون انسانی که آبندونه تا نخوردن نگاهش کن یارو بنده خدا تو زندان ساعت 1 صبح زندانیشون کردن میاد این ما میمونه جیگر کشید بیرون نه جیگر خوردیم این تجریش شاید داد می‌کنیم جیگر کنسل شد بچه‌ها ما می‌خوام یه بلال بدم انگشتاشون رو بخورم بله بچه‌ها این جیگر نتیجه واسه سلامتی خوب کلید نیست داداش. اسرار این ویدیو اینه که 500,000 تومان نمیشه غلطی کرد نمیشه نمیشه اصلا واقعا این فلافل هم نمیتونیم بخوریم باش بله رفتیم یه فلافل برگشتانی بریم حساب کتاب میکنیم پول بنزین هم کم می‌کنیم بله بشاشیم تو باکه چیز آره نه بگم تو ویدیو نه بریم تو آینه تجیش هم شلوغه خب یه تجریش هم یه ویدیو بگیر به نظرم چطور ماموره بگیرش ناموسم آقا میگم شلوغه الکی نمیگیم شلوغه نه این ساعت رو بگیرین 1 و 1 0 1 واسه دوباره عدد جفتی دادم علی ازت بدم چرا میخوام بهت بلال بدم چرا بدت میام استغفرالله آقا من تو ویدیو دارم بچه‌های بس خودتون من اینقدر دیدم هیچ بمون نده سکسکی گرفتم آب بیوه بابا یا آفرش گرفت نصفش خودش خب همین الان به تو آب بیوه دادم لاشی آب هندونه داد اندازه 1 آقا. تومن ماشین ما استفاده کرد کسی که الان از من گوشیدم میرم داشت میریم بلال بخوریم آره. نداری داداش بودجه ویدیو محدوده من یه بودجه‌مو به جیگر تاریخ های 250 ما همه کارمندیم همه بدبختی ماجی کل چالش ویدیو همینه با پول کم باید اشغال کنی پوزیشن 13 تخم چند میراجی رو بگی ناموسن چند خوبی آجی سیب زنی تو خماخ چند؟ 200 چه خبر؟ کستوشه؟ شاید تو چونمون حاجی می‌خواست تجاوز بچه خرجش نیاد بیناموسی که 200 تومن تخم 180 تومن مادر قبل آقا شهرمون این چالش 500,000 تومان بود و ما اومدیم باش تجریش چرا نمیخونه بچه این 200 تومن سیب زنی تو اوه یه بچه نمیتونیم یارو ما ببر سینا چندن آجی ما میشه بودجه هم اومدید واسه اینا بوجه رو آمد بچه بچه ها پلن جیگر دوباره فعال شد میلاد احمدی میخواد ای 200 تومن سیب زنی تو خماخ چه صافت زمین دوم 200 تومن بابا خدا وکیلی یه دونه از چرخی جلو علتی 100 تومن میدی چه جای 80 اشتباهی ما اومدیم با آره 200 میزنه تومن. آره چوسی ماشین ما رو گفتیش تراژ داره میدونی مثلا
BM هم نداریم بگیم آقا اینجا خوش میگذره. یه خروجی حرکتی اشتباه می‌زنیم. رفتیم افتادیم اینجا. ماشین رو پر میکنیم، ماشین جا نداره. آقا ما اومدیم بریم بالا میدون بهمن جیگر بخوریم به امید اینکه سیخی 30,000 تومانه. زنگ گفت 50. زنگ زدم به یارو گفتم دارم میبندم سیخی 60,000 تومانه. یعنی ما بودجه‌مون رو میدون بهمن هم من تا پول میدون بهمن هم ندارم یه شب زنده بمونم. علی الان یه بلال میزنیم به جاش. بلال. ما کیر کسکش موتوری دعوا شد آقا. بچه‌ها یه ذره اگریسیون، طبیعت یه ذره عصبی خسته اصلا خوشو خود همه کرده از این سر بازی. کار بودن خستن. ولی میلاد امادی خیلی بخیله ها، قبول داریم. کامنت ها بنویسی سپر بخیلی یا من بخیلی. خفه شو. بنویسی خود می‌نویسی. آقا یکی از کامنت ها قطعا می‌نویسه سپر دقیقه من اونم ازش مامانه. داشت ما کامنت رو می‌خوایم. ما جان سلام بچه‌ها سیب زنی تخم مرغ کنسل شد، داشت 200 فرو می‌کرد. فروش می‌کرد بهتره. بلالم ما به نجرسیم حتی بلالم. بلال میتونیم یکم با بودجه بازی کنیم، میتونیم بلال رو بزنیم. بلال 100,000 تومان. تخفیف مثل که قراره بگیری. پارسا قراره تخفیف چیز بگیری. فشار بده به یارو هم به دونه ما فشار 80 بده. بشه گلر رو زدیم. چند نور خوب میشه انگار RGB بس کردن. داشت ترمز ترمز کن. ترمز کن. انگار RGB رو انداختن. حاجی امینه ما زدن این رو چرا؟ حاجی سولا پاکزاد به قرآن مجید شوهر یکی از استادان بود حاجی به خدا. شعاری که از این استادات بود. به که قرآن مجردم من. بابا مادر نبا چی بچه‌ها مردم چی میخواد این موقع شب تو تجربه اصلا چیکار دارید اینجا برید خونه‌هاتون؟ ما اینجا آقا اینجا ما خونه اومدیم ویدیو بگیر. آره تو راست خونه ما نزدیک. خونه همین سر اینجاست دیگه داداش. من دم کاخ پیاده میشم. نزدیک نیستم. من دم کاخ پیاده میشم. اون چی هست داده رنگش از میشه چیه بچه‌ها؟ یه حتی خیابونا اینجا نمیشه دیگه. من دم کاخ پیاده میشم. منم کاخ تجریشیه. آقا خونه تجریش هم کاخ داره. هر کی تجریش تجریش کاخ داره. بابا میبندم یه باز. اگه ترجیح بچه‌ها داره رنگ یه تومن میبندم باز. نمیخوام بابا میخوای پول ویدیو برام آقا دستیو بکش دستی کشید. در جستجوی بلال لنترا تموم شد چون دستی عمل نکرد. در جستجوی بلال. دور ساده زد. شام میخوان. کی جاپاکی که سرش کردالوه داداش. کی از پشت لباس کی رمزون رو کشت حاجی مسجده رو میگفتی کاخه داشت چی مسجده؟ آره میلاد تو سر قهوه آب بریزیم میشه آمریکانو آمریکانو. ما در قهوه شیر بریزیم میشه لته. ما در قهوه یخ و او آب بریزیم میشه چی؟ آیس لاته ای نه میشه آیس آمریکانو. شیر بریزیم شایستته. بابا کسچر نگو من خوابم میاد با کلمه کیری نکنید بابا یه مومنی از جاپا بیرون بلال یادت اول ویدیو قول دادی مؤدب باشیم واسه فکر کنم نصف ویدیو رو نتونه بذاره. بی تربیت بودیم تو. چی؟ ادب کیری مهمه بچه. چیز خار ادبو بعد گاهی کسی که ادب نداره بعد خارشو گاهی. کسی ادب نداره کسکه شد آفرین. همون دیگه میلاد ادب من ما شب 10 خالصو دقیقه ما دعوا دیدیم یارو گفت مادر قبل اینقدر فوش مادر نده. یادم ترجیح بلالیا رو پیدا کردیم میدن 80 ما خب دونه 5 سالش هم بیاریم. میدم به نظرتون پول ندادیم بدبخت پول ندادیم. خدا به سر شده پارش همایی نکردیم و جلو خودتون میخوام بریم مخالفشون بشیم. بعد بهمون قطعا شاید ندن. خیلی زیاده ندن. داداش من 4 تا 60 رو تضمین میکنم بریم ان شاء یهو شکی و حواست. سلام داداش خوبی خسته نباشی. خوبی داداش شبت بخیر. بلال چند 4 تا 50 دونه 50 دیگه 4 تا 50 دیگه دانشجویی داداش من تو یه نقطه چیزی با هم داریم جفتمون عینکی اون 4 تا 5 کار دانشجویو ببین 4 تا 50 خدای نگاه کن بدبختیم دانشجو موجودی نشون بدم بهت موجودی کارت بزن دیگه موجودی کارت نشون بزن. بزن 4 تا 50 هر کی بهش حساب من مخ بزن دیگه یادیم بدبختیم نگاه کن تو رو خدا زشت خیت تو بچه گفت دیگه روش زمین داد میکنی بزن دیگه 4 تا بزن تو رو خدا 4 تا 50 دیگه دمت گرم 55 نرف تو 55 بیا بلالی مره بازار بیا. سس زدن 4 تا 50 سس چیه سس چیکار چه سس داری از میکنی الان 4 تا 60 تا راضی شده بریم 4 تا 50 بگیریم 4 تا 50 شد دیگه اندازه تو مرد وارد سایزش به تو دمت می‌خوره. گرم آفرین خدا یزید گفتم نگو اینو دیشب که بدشون دادم قول دادی به همه نگی داداش 4 تا 50 ATM کو من بکشم خدا
ATM آره. ATM چه نه چیز کارتخوان راست میگی کارتخوان داداش دستات زحمت میشه واسه تو چه چیز اضافه داری داداش چیه؟ این چیای عجیب غریب واسه من اینی که بس سفید بزن دمت گرم آقا 4 تا پنجور بستیم دیگه آره دانشجویی بدبختیم راست چی داداش برای من آره، نصف من کم بزن خیلی چه سس زدی نزن تو داداش دیگه؟ نه مال تو دیگه کار زدی داداش دیگه مال تو من غلط کردی. کم سس بدن داشت 4 تا پنجور رو بستیم با داداش تبلیغت هم میکنیم میدون تجریش اولین بلالی اولی دومی داداش بذار آدرس پوزیشن اینجا بچه‌ها نشون بدم ماشینو بگید خراب نکن 4 تا پنجور 4 تا پنجور بزن بنداز دیگه 4 تا پنجور این قسمت چی میشه خب بزن دیگه آیا خب 50 هم تومنو میگیره جون داداش من نیستم میپوشم تو ویدیو بزن ویوه بخاطر 50 تا ویو داره حالا اینکه هر جاب ویدیو. دمون عینکی این بکن کارو مرد بابا واسه من نیست بابا اجاره از رنت پول گوشیشو نگاه به قرآن وایسم بفروشم آیفون 16 پرو مکس فیک خریده بابا جلو ویورا داستان نکن راست آبرو ما نبر من مامانم داره ویدیو رو میبینه قلبش میشکنه تو خونه 27 صفحش ببین کم قسمت نبود داداش. یورو دارم میبینم 500 میلیون نفر ببینیم واقعا میکشن یا نه به بچه‌ها قول دادیم ای بابا بچه‌ها بگید. 27 صفحش بله ولی بیاد اینجا بس مثلا بیاد. آدم خیلی من آدم میاد درست 70 و 60 حتی دیدی قولمو گفتم 60 راست میگه من واقعا عذر میخوام از شما 50 نشد فکر نکنم سلام که عبد جون نصف. بلا سوال بلد خود صدا حاجی آی خدا یه دو تا دستمال میگه نور آدم پایه بود ولی دهنمون رو نگاه بچا چقدر شد تا الان 240 240 یه 140 همون بر بزنی؟ 480 چارجلیش اومدی پیش حتما بیاید الان خودم بچه قیافه داداش رو دیدی دیگه خدای پسر خود گلی بود خدایی خیلی آدم با جنبه خداییش خوبه با جنبه من خوردم گاز من گاز این دان سرویس اینجاست به خدا نیست در دنیا به اول فصل بلال داشتم بچه لاته بعدش بچه ترجیح هم رفتیم شما رو زدیم ساعت چنده؟ 3 صبح 3 صبح ولی شلوغ خیابون آدم ملت کرد که تو این شرایط تو این اوضاع هنوز دلشون خوشه واقعا خیلی دیگه داریم از هم می‌زنیم خب آهنگ بزنم خیلی گذاشت فیلم برنامه ما بلوم بره داشت ویدیوی انداختی ویدیو اون زمان افتاد نورانی هم امیر بارسا امیر سبب داش ما تو تاریکی بود بذار جابجا بچه اینا 12 شب با یه بودجه فوق شخماتیک نامد یعنی غیر محدود کسچه کی کار کنه بهتون شده میدن آره دمتون گرم نه آرامتون گرم میراد تو دهنت دمتون گرم آقا دستتون من با همین دست واسه سرور بلال خریدم بشکن نه اسکن بزن نمکش بزن بریز آقا خیلی از این بچه از نظر آیکیو واقعا آیکیوش بالا اشکال نداره علک آقا خیلی دوستتون داریم یه هر زورمون رو داریم میزنیم ویدیو رو دنبال کنید سابسکرایب کنید کامنت انگلیسی بذارید دوستتون داریم پاچه خواهیتون رو میکنن آره دیگه می‌برید دمتون گرم. سابسکرایب بکنید لایک بکنید بنویسید سپر استغفرالله داداشی سپر داداشی سپر داداشی می‌بینی جنبه نداره من به خودش میگم اینجوری کنم دوستتون داریم آخه سلامتون بخیر